السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران عزیز و گرامی قدر، چند روز باز برای شما صحبت نکرده بودیم. امروز به خواست الله مهربان میخواستم اطراف عمل، طاعت، بندگی اندک سخن به علم ناکافی خود به سمع شما برسانم. پیش از آغاز صحبت دوستان عزیز، از همه شما معذرت خواهی میکنم. شاید در دوام صحبت از بنده خطاگی سر بزند. ما هم از خطاگی خالی نیستیم. دوستان عزیز، در حق ما همیشه دعاگو باشید. الله متعال در قرآن عظیم شأن، کتاب راهنما، کتابی هست که انسان برای وحدانیت میبره، به خداشناسی میبره. الله متعال چی زیبا میفرماید: استعیذ بالله، یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله و من یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. الله متعال در این آیه کریمه خطاب به سوی آن کسانی که دعوای ایمانداری میکنند و به اصطلاح تاجیکی خود را مسلمان میشمارند، الله خطاب کرده میفرماید این خطاب الله به سوی کافران نیست، بلکه به سوی آن کسانی که دعوای ایمانداری میکنند، میگوید من مسلمان هستم. الله چی میفرماید؟ میگه ای اون کسانی که ایمان دارید شما را هلاک نکند، یعنی شما را گمراه نکند، از راه بیراه نکند مالهای شما و فرزندهای شما. از چی؟ عن ذکر الله، ای ذکر پروردگار، ای طاعت بندگی الله. اگه مال چگونه آدم ای ذکر الله باز میداره؟ انسانی هست که هر روز برای مال دنیا میدوه، میگوید حالی 30 سالم که پیر کشید بعدا طاعت بندگی الله میکنم. یا انسان هایی هسته که امروز میگه من فرزندار زیاد هستم، باید کار دنیا کنم، مال دنیا جمع کنم، بعدا طاعت بندگی الله هم میکنم. خطاب الله برای همه انسان هایی که در این کردار برای خود اختیار کردن شامل است. همه را میفرماید الله که شما را هلاک نکند مالهاتو و فرزنداتو عن ذکر الله، ای ذکر پروردگار، ای طاعت پروردگار. بعض انسان هایی هسته که برای طاعت بندگی الله یکس میگذاره، فقط مال دنیا در فکرشه یا زن فرزندا در فکرشه. اگر الله میگه هر کسی که همین کار کرد، یعنی مقصد پای مال دنیا دوید یا این که ای فکر زن فرزند شکد، طاعت بندگی خدا را نکرد، در قانون خدا سری سجده نگذاشت، او در جمله آدمای زیانکار است. الله میگه این گروه انسان ها فردای قیامت زیانکار هستند. هر چیزی را که الله خطاب میکنه دوستان عزیز، این را شما چیزی عادی نشمارید. در دیگر احادیث پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید پیامبر که شما در دنیا 3 دوست داره. گفتن یا رسول الله اون دوستا را برای ما معرفی که. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت یک دوستی هست که در خانه شما ما هست، یک دوستی هست که از پس شما میگرده و یک دوستی هست که به شما داخل قبر میشه. گفتن یا رسول الله اونها چگونه دوست هستند؟ گفت اون دوستی که در خانه شما میماند، اون مالی که دنیایی که جمع میکنه همون هست، و اون دوستی که از عقب شما میرود تا قبرستان، این پدر و مادر، زن و فرزندای شما هستند. و اون دوستی که داخل قبر میشود، اون طاعت عملی